بریم الله رمضان. سلام علیکم. کجی خان اشتنی؟ یاری بخیری سلامتی. بریم به چشما بده. بریم. برو به سرا. بسته کو داره؟ اشتنی کجی خان؟ یاری بخیری. خیری سلامتی. بیا بریم به سرا. میرم بیا مادم شما بپرسم که بخیر چی کارا مادی حال به ما بگین که این شو میریم یا سبا شو خاطر ما گسپنده دارم ما بودم بگی لا اگه این شو بریم امرو ما گسپنده میدم پولاکار رجو میستونم اگه پس سبا شو میره که ما پس سبا گسپنده بودم پولار بستونم شما امیر بگین که ما بجم بر من به پیار خوینا بخونه وعده چی نمیگم دائم با بعد از اون با پیات اینا چیزی نگم در سرمون نه چی باید بگم بیادم اونا اکثر میگم برو به فکر کارشو برو فکر روزگارشو چارخران پولی پیدا کن ایت هم میشه که تو بیکار بشی دارا رمزون هرچی من به همی پیار خو میگم بابا مر زندیم بگم تو برو اشونه ببوخ پیدا کن پول پیدا کن رد جو بیا که تو زندی ما بر بخدم میرم به ایران برای نای چی نمیگم ما فشتا گسپنده داریم از اونای حکی میدم بگی لگ پولای میستونم کلام مصرف تراخ میکنم خب کجی تو به اونجا بری اول که پیار تو به در سرا ما نه خان پیار من نگیری یک دیومی اونجا به خیر سرشی هم کرایه ترکی میده پیار تو که تور به اینجا نماسته باشه با به اینجا کرایه تور میده اونجا دری نفره که کرایه تور بده از اون قیمه و با میران نستم بخیر که سر شدم با موتاق نسیدم کرایه مرونا میدم برای شما پولا کار میستونم از اونا میدم برای شما مستقیه مشکل نداره گپ اینیه کی بخیر میری مسافرات اگر هم هم کردم بفهمیدی اونا هم همه به صبح ساعت 4 وعده ساعت 4 بجه به ساعت 4 بجه صبح که جیر من در سراشونو تیک تیک کردن نمیتونم من میام 4 بجه فکس با هم سرمو پل اما دممو تکون سر پل استاده میشی بیخی سی که دیگه بچه مچه غازی دی هم اونا هم هستن دیگه هم شهر اونا هم جمع میکنه میبره خوبه بیخی سی میگم هیچی خودی خونه میاری کلی چیزی نه بیا جو من میجم بی صدای هیچی نیاری که کش کرده نمیتونی نه دل جا خود خور کش کرده نمیتونی ما خود مبارا راسته رفته نمیتونم میتونم کلابار خودی خود کش کنم هیچی خودی خود نه فقط میتونی توی یک پیران و شلواری بیا خلاص می کوشا هم با پاتونه دیگه بیخی سیه سیه صبح 4 بجه صبح 4 بجه آماده میشیم هم دممون کوچه که به تو گفتم بفهمیدی برو بخیر بریم خداحافظ بیا چاش تا بره خود ما برو بخیر بریم برو کارا اختیار کن کجی کجا رفته با نه بابا از ما کسی دیدی من ببخشین من امروز ساعت 4 صبح خادی رمضان رفتم به ایران همون گوسفند دیشه و یک گوسفند دادم به گیلک به 8500 که خرچ مصارف خود را خرچ خود کنم من چی گفتم من زندن گفتی از شونه خود به بو خود پیدا که برو به ایران کار کن ما برفتم خداحافظ دعا کنیم بابا جو نه
بابا ها بگو چه تری؟ بابا دست اولکی بدویدم بابا تعجب افتادم. چه تعجب افتاد از اولکی؟ خوسه کنار به شما میگم. خب پیش با خوسه میکردی؟ بابا صبح از خواب بیدار شدم. خب از خواب بیدار شدم بالا سر کجیر یک ورق گذاشته بود. این ورق بخوندم بابا. نوشته بود بابا جو مر اگه کم کسی از ما دیدی مر ببخشین. خب از این کار خب معذرت میخوایم. نوشته که یک دیگه گفته بود که ما شما هر چی گفت مر زنده گفت یک کسی خب پول پیدا کن خرج خانه بیار به خود پول جمع کن به تو زندم. خب گفت من هر چی به شما گفتم گفتی برو به ایران کار کن. خب گفت من دیشب خفتن یک گوسفند وشتیم از به گیلک دادم. من ساعت 4 صبح بجستم برفتم خودم از اون به ایران. راست میگی؟ ها بابا گفت من بیل کنه دیشب هم گوسفند وشتیم از بده که کرای را مصرف خور کنه. حالا کجی بجسته برفته؟ ها بابا بیلم نمیتونه نوشته بود بابا. خودی کی رفته؟ خودی رمضان ورقم خونه پرته. خب من کی برازی گفتم تو برو به ایران برو؟ بابا بعضی وقتا تانه میزدم از گی میدادن که برو به ایران چرا کار نمیکنی. برای گفتم به می هرات کار که به ایران کار نکو نرو به ایران. من کی برای گفتم برو به ایران؟ بابا خانه رو بجسته نگاه چه کار میکنه. حتی بابا امیر نوشته که گوسفندا یک اگه کمه نپالین کونو بدادم به گیلک. همین رمضان به کدو عقل کمال خواهی بچه نادم نبردشه ببرده به ایران برده. برای کی گفتی بیده که تو ببره؟ میگم بابا میگم بله. تو بگیرم اینا درای کنه که من میرم در سرا کلان از اینا ها پیش بیاری ها بابا بگو شما بیام حداقل ازم پیر مادر اجازه بگرفتین که ای بچه شما میبرم به ایران. خب من برای میگم سر به خود ایران از سر خود خوشا مردم تو بیمه دوام مصلحت بکردی؟ حالا کی بود؟ منو سلام میگم علیکم کاکا. درست. چه برو رمه میگم بله برو تو رمضان کجایه؟ برا بگه این روز صبح وقت بخیر نفرد شرکت کرد بخیر. میگم به کجا عقل کمال خواهی بچه میبردشه ببرده بیران به بچه نادانه کدو بچه شما؟ هم کجیره من خبر ندارم. میگم چرا میبردی؟ به چی خبر دارم؟ رمضان برار من نفر میبرم. به چی خبر دارم؟ بیام تو هم مصلحت کرد به من بگفت که من بچه تو میبرم ایران به چی خبر نبرم دارم؟ اون روز از من میپرسین. اصلا من کاروبار برار خو خبر هم خبر دارم نفر میبره به ایران. نمی کارم. دیگه من خبر ندارم که پیار یک که بیای درس رو بیای بگه چه کار فلانه. چه کار فلانه؟ من چه کار کنم؟ من برو تو را کجا پیدا کنم؟ چه کار بشده؟ خب بچه شما حال و چرا میبرد بچه می؟ چرا میبرد؟ ده تا بچه ببرده بچه شما را نه چرا میبرد؟ و چری رو بریم خود کامات پرسان کنیم. بچه شما چرا برفته خودی؟ چرا میدادیم بچه خود؟ بچه نادون بگفته گپ داده وردش ببرده بود. ما از این کارا نمیفهمم کارم ندارم. ایشون نمیفهمی؟ زنگ که بچه ما رو بیاره. گوشی آرتن میده برای قوچقی گوشی آرتن میده که من زنگ زنم. با کی زنگ زنم؟ گپا میزنیم ما من روز شما. بچه خود نمیگدی. نگو میفهمی یا نه؟ این تاشون بچه خود معصوم ما. نه دیگه خاندن کار تو بچه خود. یالا دیگه که بخوام خود دلبند تو برو زور نگو اینجا بدر برو برات کار برو که برات کار کار میکنم دیگه. من فکر نمیکنی خجالت نمیکشی. بچه مردم گپ میدیم میدار میبری. کی گپ داره؟ من تا گوش تو نمیته. برو قوچقی یا کاکا هر کی میبریم. برو تو چی کردی با قوچقی که بچه مردم گپ میدی؟ برو ماما برو بچه خود نمیگدیش مسخره تو سه کانال میری پیش وکیل مال یا نمیرو شما به قول عبرت کردی
چیزا خوبی؟ شتن جانجل خیریت شکر گیله فضل خدا امی گوسفند نمار تو خریده از کی؟ کجی برام شا آه چند خریدی؟ 8500 8500 آه خب تو به اجازه کی امی گوسفند کجی برام خریدی؟ ها به اجازه کی خریده امی گوسفند پیشی رو؟ اشته به اجازه کی یعنی او خورتکک به چین آدون اپیز تو گوسفند خریدی؟ چرا پیش پیام نخریدی؟ تو ما رو مسخره میکنی چرا میزنی؟ او به چین آدون گوسفند میفروشه تو مگه هم بخری؟ او بچه نادونیه او کلانتر یا من یا تو گپ مفت نزه چه با پیام نگفتی که این گوسفند نمیفروشه بخرم؟ بیا آمده گفت که گیلک دیروز صبح آمده به درس رو گفت گیلک اگه گوسفند دارم میخری پیار ما هرچی پیش ورز میکنه کمر زن نمیده و من گفته برو اشونه به او خود پیدا کن من مجبور شدم گوسفند خود بفروشم یک گوسفند بفروشم برم به ایران برم بیا دعوی جشه بیا در سلام گوسفند بیا دعوی جشه بداد پولای را دادم دستیو خود چرا درس رو تک تک نکرده پیام نگفتی؟ او گفت اگه به کسی بگی افتاد پست تو میکنم تو راضی بدی پست من بکنه تو نباید گوسفند بخری او گوسفند 8500 چندیه او داده و نیم از قیمتی نسازو بفت شیره ملیدی اصلا تو به می بگو کمی سر تو پیار تو 10,500 ارزش داره اگر ارزش نمیدیشتیم گوسفند کجا بردیم بیا برو بریم کجا گوسفند گوسفندان سر قبل سر قبله بریم گوسفند رو بیایم پولیات رو هم پس بدیم بیا کدی فیلمه بیا من نمایم گوسفند خور نمیفروشیم بیا بابا بیاین بابا بیاین بیاری خاله من بیاین بابا بیاین بابا بابا کنده خوبه ماما بابا جان بابا جو جان سعی کنی پیار من کمی اعصاب نمی چند روزه بترسیدن خراب بابا این میگه بله این گوسفند برای از کجیر بخریدن خب جانو انال بیامد هاوش بیاین بابا این بس که ما شما بگم خب کنه بابا بله سعی کنیم امی عباس بچه همسایه ما برار کجیره بفهمیدیم بیا آمده میگه گوسفند دیرو برار به ما بداد بفروخته اگه می گوسفند بشتینی مزار بخرین حال بیا آمده که برار ما اشتباه کرده بعد گوسفند ما چی میگی اون نمیفهم خورتگاه که بابا چه گوسفند خیلی تو ما دیگه برو اون پیار دیگه بده گوسفند برو چیز ما برم بیارم بابا بیا که پولات رو به دست تو می ما 8500 گوسفند خور میبرم ماما برو بیا گوسفند اپیا هم اجازه نگرفته گوسفند دستی بوست پولا به دست شما نمیپرسین بابا چرا برا تو بفریشه خدا برو خوش خوشتباه کرده نفهمیده بیا بریم بیا بلیاس پیار من خب بیا دیگه خیلی بینیم ماما بریم بابا بسرا بریم بریم این دفعه آخر تو باشه گیلک که از برام گوسفند بخری بفهمیدی چه؟ دفعه آخر تو عجیته میکنه به خدا بلیاس پیار من گوسفند تو میدم از من از هر کی میخوام بارا گوسفند نیه یا بریم گوسفند بدیم تو میگم برو خور به سر محله بوله نکن بسن بیا تو ارزش حله بوله نداری آن گوسفندایی برای ما گیچ کرد یعنی اینجا نمیبینیم اینا چرا برای میگی؟ آن گوسفندا واکو